تمرین شماره 72. تمرین 72 آهنگ سحرخیز هست که اون علامت سی که اول گذاشته معنی چهارم هست. 4 ضرب تو هر میزان. و اینکه تو میزان اول اگه نگاه کنید از اون 4 ضرب الان یه ضربش هست. توی میزان اول تو ویدیوی قبلی هم عرض کردم مثال سادهش 0 پشت عدد میمونه، یعنی هر چند تا سکوت باشه رو ما نمی‌نویسیم. میشه 1 2 3 از شماره 4 شروع میکنیم به نواختن. میشه 1 2 3 سکوت، چهارمیه میشه می سل. با آرشه چپ میشه می سل دو 3 ضرب می سل. تکرار همین یه دونه میزانه 1 2 3 می سل دو می سل دو می سل دو سه ره می فا می ره سل فا می ره دو می ره ره دو سی لا سی دو ره دو سه می سل دو 3 ضرب دو 3 می سل. تکرار همین میزان 1 2 3 می سل دو می سل دو می سل دو سکوت سل سی دو ره سل فا. فامون حواسمون باشه بکار باشه. سل فا ره سی ره سل فا ره سی ره دو سی دو سی لا سی دو. این سکوت دو لاچنگ دو 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 دو. حالا می انگشت چهارم می سل دو دو سه می سل دو می سل دو می سل دو سکوت. ادامهش پوزیشن سوم بالای ره 1 گذاشته میریم پایین. ره می فا انگشت سوم بهش بچسبه فا می ره سل چهارمیه سل فا می ره. پوزیشن 1 دست میره بالا دو می ره ره دو سی لا سی دو ره می سل دو دو سه می سل دو دو سه می سل دو می سل دو می سل دو سل سی دو ره. دوباره پوزیشن سوم انگشت اول جای سل میشه سل. بعد فایی که 3 گذاشته رو سیم لا هست. سل فا ره سی انگشت سوم رو سیم سوم پس شد سل فا ره سی ره سل فا ره سی ره. پوزیشن اول بالای 2 1 گذاشته میریم بیرون دو سی لا سی دو دو دو. یه مکسی میکنیم ولی آرشه رو همون آرشه ادامه میدیم. میشه دو دو دو. تقدیم همه شما عزیزان.